در صورت وجود درد در ناحیه گردن، بالا و داخل کتف، درد در جلوی سینه، جلو و پشت بازو، خارج ساعد، انگشت شست و اشاره، معمولاً در گروه عضلانی اسکالن درگیری وجود داره. این گروه عضلانی شامل 3 دسته جداگانه هستند که موجب خم کردن سر و بالا آوردن دنده اول میشن. عصب اونها از اعصاب گردنی C4 تا C8 است. اونچه که موجب اهمیت خاص این عضلات میشه عبور تمامی اعصاب و عروق دست از میان فیبرهای این عضلات هست. لذا هر گونه اختلال در عملکرد این عضلات میتونه کل دست رو تحت تأثیر قرار بده و در این نواحی ایجاد درد و ناراحتی بکنه. عواملی که میتونن منجر به درگیری در این عضلات بشن نشستن‌های طولانی مدت و یا نشستن در وضعیت نادرست و نامطلوب هست. وجود سابقه ای از عارضه ویپلش در گذشته هم میتونه زمینه‌ساز بروز اشکال در این عضلات بشه. عادتهای تنفس نادرست، افرادی که به صورت سطحی و سریع تنفس میکنن و یا هنگام تنفس شونه هاشون رو به سمت بالا میارن و همچنین افرادی که دچار سرفه‌های مزمن هستن هم در معرض ایجاد اختلال در این گروه عضلانی هستند. استفاده طولانی مدت از وسایلی مثل لپتاپ و موبایل، هل دادن و کشیدن اشیاء سنگین هم میتونه به این عضلات فشار زیادی وارد بکنه. بازیکنان بسکتبال که باید دستها رو به صورت مداوم بالاتر از سطح سر بیارن، شناگران، قایقرانان و وزنه برداران هم در معرض آسیب به گروه عضلانی اسکالن قرار دارند. با هم به درمان گروه عضلانی اسکالن با روش دراینیدلینگ توجه میکنیم.